السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان و هموطنان گرامی، پیش از همه خداوند قادر یکتای خوب به همتا را شکرانه میگم برای تمام نعمتهای خوبش، از آن جمله برای بهترین، بالاترین و خوبترین نعمت پروردگار ایمان است. رب العالمین شکرانه خاص میگم و انشاءالله امید دارم از رب العالمین که با فضل خودش از دنیا به ایمان رفتن نصیبمان میگردانده باشد. در گذشته ما صحبت داشتیم دوستان عزیز که نفرای اگر دیده باشین در باره قانونها و قرارهای ضد دین اسلام در تاجیکستان گفته بودیم که این صحبت چند ویدیو می شود، چند نوار می شود، چند دفعه صحبت میکنیم در این باره. انشاءالله همون وقت آمد دوامی همون صحبت ها را میکنیم و یک بار اگر خاطر رسان بسازم، یک بار دیگه ذکر کنم صحبت های پیشه، یعنی قانون های پیشینه را، انشاءالله فایده داره ضرر نداره و دوامش بعد صحبت میکنیم. با گفتیم پیشترک بازم میگیم که من شاید که پس و پیش نوشته باشم، چون زیرا من گفتم بعضیش گفتیم تاریخ روزش، ماهش، سالش میدونیم، بعضیش نمیدونیم، بعضیش گفتیم رسمی نیست، همون میگن که از بالا همین چیز است، یعنی او بالاش همون اومالی رحمانه، او چیزی را نفوریدش تمام، یا بزای سیاسفید چی میکنن شما را من میکنن، سری راهتون را میگیرن، یا جزا باشه یا جریمه باشه یا فشار یگان شتزنیه یا که مشزنیه یا زندانه، بعد یا همون کار را بخچون مسئولیت میدونن. خواب میخونیم گفتیم پس و پیش هسته چی نکنین، الخون نشین یا حیران نشین که این خیلی نبود، اول اوش بود بعدش بود. خب یکم دو زنگی در تاجیکستان منه، دویم سطر در تاجیکستان من است، سوم نماز خواندن تا سن 18 من است، چهارم نماز خواندن در جایهای جمعیتی من است، پنجم اذان دادن در مسجدها من است، ششم کتابهای اسلامی از خارجه آوردن من است، هفتم زکس مقدم بر نکاح است، هشتم نکاح را تنها ملای حکومتی میخواند، نهم جنازه را تنها ملای حکومتی میخواند، دهم برنامه خطبه ملاها از جانب حکومت، یازدهم ریش ماندن من است، در این باره خیلی زیاد گپ زدیم، دوازدهم حج رفتن تا سن 35 سالگی من است، از 2016 قانونشان برآمد، اگرچه بازم دیدیم که بلاگری که سینشان ای 30 پایانه حتی روانش کردن به حج، خودشان روی کردن همین رژیم برای که در حق یا دعا کنن، رکلام کنن اینا را در مکه و مدینه. خب 13 برنامه های اسلامی در تلویزیون های تاجیکستان من است، 14 کینوهای اسلامی همچنین تبلیغش در تاجیکستان من است، 15 موعظه در دیسک های موعظه اسلامی من است، 16 نام های مسلمانی من است، 17 توی های اسلامی من است، 18 قربانی ذبح من است، 19 تعلیم قرآن در خانه و مکتب ها من است، 20 مدرسه ها را بستند. اخیران گفتیم که مدرسه در ولایت سوق به 2016 اخیران مدرسه هم را بستند، در تاجیکستان مدرسه نیست و حتی ملاها برعکس تبلیغ دارن که در خارجه هم نخونن، در خارجه در مدرسه های اسلامیش نخونن، یعنی در تاجیکستان بشنین قرار. خب 21 نکاح خویش و تباری من است، 15 مارس 2016 چنین قانون قبول کردند، نکاح خویش و تباری من است. خب این نکاح خویش تباری را از نگاه طب هم بعضی ها میگن خونشون راست نمیگیره، اما در بسیاری حالت راست میگیره و خوب هم هست. من از کتاب های دینی مثال نمیارم، دلیل نمیارم، فقط از رژیم دلیل میارم، از رژیم رحمانوف. شما میدونید که 2 دختر رحمانوف در دستی 2 نوجوان مرد چون بگم یا 2 نامرد چون بگم، 2 زنکفیل چون بگم، 2 کودادر، 2 دختر رحمانوف گرفتگی. این نکاح خویش تباری نیست چیه؟
شاید که با بسیاری وزیرا را دختراشون یا پسراشون با یکدیگر خش تباری یعنی که نکاح کردگی باشن، این هم گفته نمیشود. ندارم دلیل یعنی، اما این چیز امکان داره. در تاجیکستان بسیاری کار شدگی خش تباری را دختر خاله را میگیرن، دختر عمه را میگیرن، و برعکس پسر عمه و پسر عمه که پسر تغه میگیرن. اگر واقعا چنین ضرر خطر داشته باشد، باید که از نگاه طب واقعا تصدیقش کنن و همچنین از نگاه شریعت، زیرا در این مسئله کتاب‌های اسلامی هست به طور کافی در همین مسئله گفتگی هست. واقعا که باشد ما طرفدار سالمی جامعه و امنیت جامعه، یگان ضرر یگان ناآرامی در هیچ کس نمیخواه. هر کسی را گفتیم که جزاش بتین یا زندانش کنین، برای به خاطر یگان جرمش، به خاطر یگان گناهش، مثلا ایمالی را میخواهم در زندان سویتسکی رقم 1 به حضور تا مردنش بشینه، این به خاطر جنایت ایش هم فایده شه برای خودش. خب 22 در مدرسه های خارجی خوندن منع است. گفتیم در تاجیکستان مدرسه ها را بستن، در خارجه خوندن منع. گفتیم که 2010 بود اگر خطا نکنم، کمیته دین، نگاه کنیم کمیته دین از اون جمله در این باره گفتم، ما گپ میزنم نو دایدم زد نفری که در کمیته دین بود کار میکرد، نامش فراموش کردم، بعد دایدم زد در همین زیر صورتش می نویسم. این همین نفری در کمیته دین معاون اول بود کار میکرد. همین نفر رفت از ایران طلبه های در مدرسه های اهل سنت، اهل سنت و جماعت و حنفی را از زاهدان، بندرعباس، خوش و سروان در اینجا مدرسه های اساس در سیستان بلوچستان ایران زیادتر مدرسه های اهل سنت های. عالماش تاجیکستان آمدن، مولوی ها و شیخ ها، تاجیک ها زیادتر همونجا میخونن، اما در مدرسه های اهل تشیع قوم دا قوم، گرگان، حتی در یک مدرسه دیگه در مشهد دارن، تاجیک ها میخونن، مذهب شیعه را میخونن. حکومت ما با اونا کار نگرفت که شیعه مذهب با ما توغری نمیگیره. ایرا ما باید بگیم هر نفری که شیعه هست، مثلا طرف ولایت مختار کوهستان بدخشان و حق شونه شیعه، اما این طرف اهل سنت و نفری که اهل سنت بدن اگر برای پول، برای مال دنیا و وظیفه مذهبشون اگر عوض نکرده باشن، دیگر همه ما اهل سنت و جماعت. شیعه را قبول کردن در کار نیست، خطر داره. انا این تاجیکای ما رفتن برای پول، بعضیش فریب کردن، بعضیش شاید که با دیگر سبب ها رفت خون، حکومت به یاد دست دراز نکرد، حرفی نگفت و تا حال میخونن در اونجا. باز هم میگم که ما اهل سنت و جماعت، مذهب شیعه را قبول نداریم و یک درخواست مسلمانی و برادری میکنم به حکومت ایران که اهل سنت و جماعت فشار نیاره. اهل سنت و جماعت سنی ها را، سنی مذهبای زاهدان، مولوی هاشا فشار نیاره. مولوی هایی که زندان کردگین آزاد کنه. این به فایده اختانه. اونا را تا جایی که من میدونم بگناه زندانشون کردستین، فشارشون آوردستین. این کاری خطاه، این عملی نوجوان مردانه های. آزاد شما کنین به فایده اختانه. همچون یک مسلمان گفتم، همچون یک مسلمان این حقا دارم. خب
22 گفتیم در مدرسه های خارجی خواندن منع است. ملاها را میبرن که تبلیغ کنین در مدرسه های خارجی نخونین. این دیدن اینجایی ممنوع کرده حکومت نفرایی که دعوت میکنن که شما در اونجا نخونین، اونا تبلیغ اینمی قانون میکنن. تبلیغ اینمی قانون در مدرسه های خارجی خوندن منع است. گفتیم اونا کمیته دین در کار میکرد، حاضر میدونید چیه؟ گنرال مایور در همین چی وظیفهش دادن؟ سردار ستاد شانگهای شد. نمی چی اوید با تروریسم اکستریمیسم در همین ستاد شانگهای شد. نمیتر یک وظیفه داره. نمی نفر گنرالش دادن و یادم برآمد. در این باره گفتم اگر میزنم داف یادم برآمد این همین نفر در همین اوید با مبارزه بر تروریسم اکستریمیسم در ستاد نظامی شانگهای راهبر همین خیلی است. همین نفر نامش باز همین کل من در یاد میاد، در زیر صورتش می نویسم. این نفر رفت از مدرسه های اسلامی، از مدرسه های سنی مذهب تاجیکارش خیلیش گردان آورده. 1700 نفر بود خطا نکنم. بیست دیام در مدرسه های خارجی خوندن من را گفتیم. 23 تنها یک مذهب اجازت است. این کارشون خطا است. در تاجیکستان یک کم مذهبی میکنن، یعنی مذهب پرستی کردستن و 4 مذهبی بر حق داریم. 4 مذهب در اسلام حق است. ای 4 تاش اونش ناحق است. همین حنفی مذهب که تعداد زیادی مسلمان های روی دنیا پیرو همین مذهبند. دیگه امام شافعی، امام مالک و امام حنبل. همین 4 مذهبی بر حق ما داریم. از هر 4ش کدامش که مسلمان اختیار میکنه، انتخاب میکنه، فایدهش داره، حق داره. اما مردم ما در همین حنفی مذهبش خوبتره. حنفی مذهبش دیگر او سلفی میگن پوشکشاد میگیرن که به بهانه امو بعضی‌ها را بردن محکم کردن یا دیگر مذهبا، اونا شاید درباره‌اش گپ نمیزنه. 4 مذهب بر حق است. باز هم اون که یک مذهبی دارن، مذهب پرستی دارن، به بهانه همین بسیار جوان‌ها را به گناه میبرن، زندان میکنن. تهیه لباس‌های ملی از جانب وزارت فرهنگ. درباره حجاب وقتی مبارزه بردن، بعد وزارت فرهنگ برآمد مانند یک شتر تشنه گفت که ما برای زنها لباس یگانه تشکیل میکنیم، تهیه میکنیم، پیشنهاد میکنیم. این حق نداره. در زندگی شخص هیچ کس حق نداره که دخالت کنه. وزارت فرهنگ بدون یا وقت وزیر پیشینه فرهنگ کی بود؟ اورونبکزاده، شمس‌الدین اورونبکزاده یاد داره نه؟ به خاطر خودش شیرین کنه در نزد رحمانوف، فکرش در درن ایزار اومالی رحمان در آورده. از درن ایزار اومالی رحمان برآورد کلاش گفت که زنهای سطرپوش، گفت که اونا در ایجاشون چی دارن؟ گفت من نمیدونم. گفت ما میترسیم اینا. گفت اینا ما میترسیم که در اتوبوس در بر شیشته نمیشه. ای لعنتی، تو در حیات در اتوبوس شیشتگی هستی؟ تو 6-7 ماشین قطعی باور دارم که میره اینو جای کار یا خونت یا دیگر جا. تو در کجا در اتوبوس شیشتگی؟ شاید همون زنی تو لیج میکنه، همون بو میکنه. شمس‌الدین اورونبکزاده شاید زنی تو بو میکنه، شاید دختری تو بو کنه. اگر بو نمیکنه بیار که بوش بکشم، بیار دختر تا ما بو بکشم. لیچای باور دارم که لیچای، برای که تو زیدی سطر زیدی نمالدوزی دختری تو اون کوکلبر بیای باور دارم بیار یا بوش بکشم که بو میکنه که نمیکنه. نکنه بعد جمعه فکر میکنم، بعد میبرم یا ویدیو میکنم که واقعا دختری خشروی وزیر فرهنگ لب لیچک این از صورتش بو نمیکنه. اگر بخواهین مرحمت رنگ اینه لیچ بگردین. این چیزا بعد میبرم میگم.
خب لعنتی گپی تو بسیار خطرناک است. انشالله امید دارم که بعد از رحمانов اگر زنده باشی با نفقه رفتی حتما جزای سخت میگیری. اگر نه ممبری از الله قادر یکتا، از الله جبار متکبر آرزو دارم که شدیدترین جزای جهنم برای تو هدیه کنه و پشیمان هم بشی. خب 25م آداب نمازخوانی در مسجد تهیه شد. وقتی که گفتن سلفیا پاشون تیت میگیرن اینجا شیخل میکنن، گفتیم این بهانه های سلفی پلفی گفته یک عملی بود که یک بگیم که برنامه بود که میخواستن نمازخوان ها را، جوان ها را که به مسجد میرن همونا را برام بگناه زندان کنن، بترسوننشون که نمازخوانی را بس کنن. وگرنه شافعی چون این نماز میخونه، مذهب شافعی، و پوش تیت میگیره، تنگ میگیره، چیکار میکنه؟ آخه نماز میخونه، تو در نماز خوندن چی حق داری؟ تو نامه اعمال او را جوابگارش نیستی، قاضی در روز قیامتش نیستی، چیکار داری که اون نماز چخیل میخونه؟ تیز میخونه، استا میخونه؟ این قانونشون برای همونه. نمازخوانی را یاد میتن به مسلمان ها. شما ببینید قربقه گندش که میگن گنجش که چش چرچر نشان داده، یا اگه مسلمانه نگاه که چون ای مسلمانی میلیارد کیلومتر دورن، مسلمان را نمازخوانی را نشان میتن. آخر زمان دا میگن که همه ملا میشه و میگن که همه وایز میشه، هم خیلی اگر میگن یا هم خیلی شدیستان. واقعا همون حاجی امالی را دیدن که دعوت هم میکنن که کم کن آیات میگه، حدیث ها میگه، میفرش خیلی یک وایز، یک آدم تازه و بگناه و خیلی نعوذ بالله پیغمبر مونن نشان بده، اما بیچاره هیچ نه که آبروش از یک وجه بالا بروه. خب 26م رفتن زنان به مسجد من است. 2007 تا 2007 بعضی نمازهای جمعه ده زنها حاضر میشیدن، نماز جمعه میخوندن. از 2007 من کردم. ببینید زنها را به مسجد برای نماز خوندن رفتنشون منه. یک دو هفته میشوه خبر ده خوندم که مسجد کلانترین شهر دوشنبه را وقتی باز کردن، حاجی امام علی علیه لعنه رفته بود که برای کشاده شویش در 15 سال باز شد یک مسجد و او رازی مود کردگیم. هر نفری میاد اون مسلمان هست نیست بیا برای مسجد ما تماشا کن. مسجد برای تماشا نیست، مسجد برای نماز خواندن، برای عبادت کردن. در مسجد گپی دنیایی زدن اجازت نیست. کجا برسن نفری که پای به تورات مسجد میدره. خبر ده خوندم که کمیته دین گفته است که نو کلی شیطان، کلی حرام، سلیمان دولت که زنها میتونن که مسجد کلانترین برون تماشا، اما نماز خوندن ممکن نیست. شما ببینید مسجد باید بدرای، اگر وقتی نماز هم نباشه، وقتای 5 وقته نماز داریم، در رکعت نمازی میگن تحیه مسجد به خاطر مسجد، یا در رکعت نمازی شکر، در رکعت نمازی نفل باید بخونی که هیچ ضرر نمیکنی. به زنها ممکن نیست گفتن که وقتی مسجد کلانترین بدراین درآمدنشون ممکن، نماز خوندنشون ممکن نیست. حتی باور دارم که اگر از همین منصبدارا زنهاشون یا دخترهاشون همون مسجد بروند نماز بخونن که یک کسی اون گپشون گفتن نمیتونه، میدونه نه؟ یک کسی اون گپشون گفتن نمیتونه، ریش بمانن. من باور دارم که بعضی شنیدم حتی ندیدم بعضی دخترای منصبدارا سطر دارن، میدونین پروا قانون ندارن. این قانون دعوا هم دخل نداره. هم خیلی باید در مردم عادی هم دخل نداشته باشه. یعنی پیسن نکنن باید که
қонунҳои пуч мебаранд, қонунҳои зидди инсонӣ мебаранд, бояд писанчо накунанд мардум. 27. идҳои мусалмонӣ бояд танзим шавад. 28 августи 2018 чунин қонун баромад буд. шумо бибинед мо ду та иди мусалмонӣ дорем дар тӯли сол, ду та. якташ иди саиди фитр мегем, иди рамазон, якташ иди қурбон. ду та ид дорем, он якрӯзияй. амёра мега танзим кунем. чӣ хел танзим ман нафаҳмидам. дастархонашона хай гуфтем танзим, аммо ида чӣ гуна танзим мекунанд? яъне бояд ё контрол доранд, чӣ хел манзур ё мақсад ё ки зиёд намозхонӣ нарем, шояд намоза агар 20 дақиқа мисол тӯл бикаша то хутбаш то мавъизаамаш, албатта мега 5 дақиқаш бихонем, 5 дақиқа яъне қиссаш бигирем хулосаш кунем, чикорш кунем? ман нафаҳмидам чӣ хел танзим мекунанд. ё сафарҳои Раҳмонова чӣ ба танзим намекунед? сафарҳои бемаъне, бешармона, бешарафона, бераҳмонаи Раҳмонова чаро танзим намекунед? наме қанун овардан пешвои мо хушомадед шайтони миллат дар нон навиштанд, ранги мегӯ мурчик ҷамъ шудед амуҷа пешво шуда. як талеркада меёранд савзӣ, як талеркаи тавақ гада каду ужда помидор, як талеркаи гада мавизаи ғулингай. инаёра чӣ ба танзим намекунед? шайтон сифато. шумо чӣ хел бимбирен ва чӣ хел шумо ҷазо бигирен дар ҷаҳаннам? ман ҳайрон мемонам, ҳеҷ дар ақл намегирад. ҳамун амаки пайғамбари худо ҳазрати муҳаммади мустафо саллаллоҳу алайҳи вассалам, абу толиб ки осонтарин, хафифтарин, сабуктарин ҷазои ҷаҳаннам ҳамун мекаша, як кафшҳои аловӣ дорад ки мағзи сараш ҷӯш мезанад. я фикр кунед як бор, осонтарин азоби ҷаҳаннама амаки пайғамбари худо абу толиб мекаша. анаки шумо фикр кунед ки на танҳо попӯшии оташин мепӯшем, Раҳмонов Эмомалӣ Шайтонович, Убайдуллоев, Рамазони Ҷеки, Саймумин Ятим, Холбозор Шариф, дигаро шумо ҳам кафши алови каскаи оташин мепӯшед, кафши ҷаҳаннамӣ мепӯшед ва ҳамчунин либосҳои ҷаҳаннамӣ мепӯшед. секунда ов мешед, дубора вастанавид мешед, барқарор мешед. бистуҳаштум манъи таҳсили духтарон дар мадрасаҳо ё донишгоҳи исломӣ. 2017 манъ шуд. то 2017 фикр мекунем 2015 буд. дар мадраса якта доштам Тирмизӣ дар Душанбе, духтаро мехонад, аз ҳамун як мадраса буд, аз ҳамун ҳам духтароро маҳрум карданд ки мерафтанд дар оҷа китобҳои исломиро мехонанд ки ӯам дар зери назари худшонай. шумо бибинед масҷиди марказӣ меган ба номи Имом Тирмизӣ, ба фикрам мадрасашон донишгоҳи исломиш меган, ҳамун дар зери назари худшонай, ҳамудам бо ё мухолифат кардистанд. муллоҳои худтон дарсо ба хоҳиши шумо ки ҳамун дарсоеро ки шумо мехоҳем битан, бо чӣ ба манъ мекунед духтароро аз рафтан ба чунин донишгоҳи исломӣ, ба донишгоҳи миллӣ, ба донишгоҳи тиббӣ, ба донишгоҳи иқтисодию таъриху дигарош иҷозат? монед як нафар мехоҳад донишгоҳи миллӣ меравад, марҳамат, бира, донишгоҳи исломӣ бира, донишгоҳи тиббӣ бира, ҳар ҷой. шумо ай толибон да гузарондед? толибон ҳамин кора кардестай? фақат дар хона бишинед, Қуръон бихонед, тамом. шумо баръакс дар хона нашинед, биброед рақс бозӣ кунед, биброед биред Москва кор кунед ё биброед биред биталбед. баъзеаш ҳамин кора кардестай, ё биброед биред бераҳагӣ кунед аз хонада шитанда. дар ин масъала, дар ин ҳолат шумо бо толибон рақобат кардистед. шумо фикр кунед ранги толибон кардистед. 29. вуруди занони сатрпӯш ба вазоратҳо, корхонаҳо, муассисаҳо манъ аст. 2018
چخیل فهمیدید؟ عذر. در این باره حتی نوار داشتیم یک دختوری او نمیدونم روحش در جاش نبود یا مست بود یا یگان دیوانه بود، چخیل بود نفهمیدم. در یک بالنیسه یک زنک حتی سطردار هر گپ میگه. در نوار غلطیده بود ندیدیم. میگه اینجا بطر افغانستان های، ایران های، عربستان های، اینجا تاجیکستان های، اینجا رمال تبگی لیش باش. حق نداری یا که پدر ای بی ناموس، حق نداری که یک زنک نمال میدوزه تو بگوی نمال تبگی. تو کی؟ تو شوش نیستی، تو پدرش نیستی، تو حق نداری ای رسوا. و دیگر حکومت دارد شما حق ندارین. شما اول دست روتون اخشو بشوین که تازه بتوین بو نکنین تا تورتون جزیر ما میبروین آدمی تازه را ای راه راست میگردونین. شیطان نخواه واقعا شیطان ای راه راست مسلمان میزنه کو شما همون رول شیطان بازی دارین. ما بفایده شیطان معظم ملت نمیگیم امام علی رحمان شیطانوی چه حضرت امام علی شیطان لهو. خب دیدین در مدرسه ها چه مکتب ها، مؤسسه ها، وزارت ها، دیگر کارخانه های دولتی با سطر در آمدن منع. یک مصیبت است. یک کشوری که لاف میزنن، جاغ میزنن، داد میزنن. این عربستان رفتن تلبیده استن که ما مسلمانه برای مردم مسلمان کمک کنیم. چرا با سطر مدرسه مکتب ندارن، وزارت ها ندارن، کارخانه ها و اداره های دولتی ندارن؟ برای چی؟ کشور دموکراتی نیست مگر؟ میل اسلامی نباشه. آزاد یک نفر برمال یا نفر بیرمال بدره. شما حق ندارید. سیام ختم سور حقیقه من است. 28 اوگوست 2017. خب حاضرش فکر میکنم همیشه بس ختم سور خیلی همون حقیقه میگیم. بله حقیقه وقتی یک مسلمان فرزنددار میشه یا دختر یا پسر یک گوسپند برای دختر ده گوسپند فکر میکنم برای پسر باید بکشه یا که برعکس همیره من کردن. این ها ببینین این حیران میمونی که زندگی شخصی آدم های او را هر کس نمیکنه. هر کس نمیکنه. اون کسی شرایط داره همون میکنه. شما چیکار دارین؟ و شرایط هم نداشته باشه خوب مشکلات خودش پرابلم خودش که میکشه نمیکشه، دتا میکشه، پنجتا میکشه، یتا میکشه. و سفرهای رحمانوف شما میدونید که 5-6 گوسپند کشتگی تیاره، 3-4 بقه کشتگی تیاره. ولایت سوق باشه، ولایت ختلان باشه یا دیگر ناحیه‌های میروه که او دکه میره نمیتوه. میکشن تیار میمونن که تازه که ای کدام گوسپندش بریانت کنیم، ای کدام گوش ترا کباب کنیم، ششلیک کنیم. گفتیم که سفراش نمیخیل میشود با یک دبدبه، با یک مصرف های کلام. فکر میکنم حاضرش همه خدر بسه دوام داشت، اما انشاءالله با صحبت های دیگر میمونیم باقی مانده شد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.